اگه در حین مسابقه خیلی زود خسته میشی و با هر برخورد پرت میشی رو زمین، حتما این ویدیو رو تا آخر تماشا کن. سلام بچه‌ها، من محمد سفریان، مربی بدنساز تخصصی فوتبال هستم. یکی از مشکلاتی که اکثر فوتبالیست‌ها دارن اینه که در حین مسابقه خیلی زود خسته میشن و با هر برخورد پرت میشن رو زمین. دلیل اصلیش اینه که عضلات مرکزی بدنشون ضعیفه و تعادل کافی رو ندارن. به خاطر همین من تصمیم گرفتم تو این ویدیو 3 تا تمرین بهت یاد بدم که عضلات مرکزی بدنت رو تقویت میکنه و کمک میکنه در حین تمرین یا مسابقه تعادل کافی رو داشته باشی. این تمرینات رو همه بازیکن‌ها تو هر سطحی که هستن باید انجام بدن، چون کمک میکنه در حین مسابقه عملکرد بهتری داشته باشن. قبل از اینکه بریم سراغ این تمرینات، حتما کانالمو سابسکرایب کن، چون من هر روز در طول هفته ویدیوهای آموزشی داخل کانالم قرار میدم که به پیشرفت فوتبالت خیلی کمک میکنه. بزن بریم سراغ تمرینات. شما میتونید این تمرینات رو هر روزم انجام بدید، ولی بهترین حالتش اینه که یه روز در میان انجامشون بدید، چون به عضلات مرکزی بدن مثل بقیه عضلات نیاز به ریکاوری دارن و اگه خیلی بهشون فشار بیاریم نتیجه عکس میده و باعث میشه ما دچار مصدومیت بشیم.